باید داشته باشیم که بعد از نمازهای فرضی، نمازی که انسان بسیار به الله نزدیک میکنه نماز تهجد است. الله توفیقش به کل ما نصیب کنه، آمین بگویم. نماز تهجد اقلش 2 رکعت، اکثرش 8 رکعت. عادت عمومی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. ای حدیث صحیح بخاری از ام المؤمنین بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها صحابی پرسان میکنه از در مورد نماز رسول الله مبارک که در تهجد در خانه این نوافل ازی چگونه بود. پیامبر ما علیه السلام جواب میده، بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین کیفیت نماز تهجد رسول الله مبارک بیان میکنه. چی میفرماید؟ ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رسول الله مبارک در رمضان و غیر رمضان از 11 رکعت زیاد نمیخوان. به شوق بگوین چند رکعت میخوان؟ 11 رکعت. کیفیتش چی رقم بود؟ مثل نماز ما و شما واری که استاد در نماز فکر ما در کاروبار، استاد در جماعت فکر ما در چکر، استاد در نماز فکر ما در حساب کتاب. نه. بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها میگه ای رسول الله مبارک 11 رکعت میخوان. چه رقم؟ یصلی 4. اول استاد میشه چند رکعت میخوان؟ 4. فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. نپرس که چقدر زیبا میخوان و چقدر طولانی میخوان، چقدر قرائت میکن، چقدر طولانی، رکوع طولانی، قیام طولانی، سجده طولانی. ایره میگه نپرس. ما عاجز هستم. بیبی عایشه رضی الله عنها میگه مادر مومنان که او را بیان کنم برای فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. بعض که 4 رکعت خلاص میکرد ثم یصلی 4. بعض استاد میشد 4 رکعت دیگه میخوان. بعض میگه فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. نپرس که چقدر زیبا و چقدر طولانی میخوانی نماز را. ثم یصلی 3. بعض آخر چند رکعت میخوان؟ 3 رکعت. رواه البخاری. یعنی 8 رکعت رسول الله مبارک تهجد بود و 3 رکعت شم وتر واجب بود. مجموعه شد چند رکعت؟ 11 رکعت. الله به کل ما و شما توفیق نصیب کنه، آمین بگوید. اقلش گفتم 2 رکعت، اکثرش چند؟ 8 رکعت.